تاریک ترین روزهای زندگیت شاید اصلا مجازات نبوده باشن. اگه همین حالا بفهمی که تمام اون جاهایی که فکر میکردی زمین خوردی فقط یک دعوتنامه بوده باشن. فکر میکردی زندگی داشته باهات میجنگیده یا داشته تو رو به خودت برمیگردونده. سلام، خوش اومدی. خلاصه یه کتاب ادامه خلاصه کتاب نیل دونالد والش، دوستی با خدا رو خواهیم داشت. فقط میخوایم چند دقیقه بدون نقاب، خیلی ساده، یه خلوتی رو داشته باشیم و راجبش صحبت کنیم. جایی میگه که اون خدایی که ازش میترسیدی کجا رفت؟ خیلی از ما با یه تصویر و یه فضایی بزرگ شدیم که تصویری که از خدا داریم اینه که اون بالا نشسته، یک قاضی و یک فرد بسیار سخیر که منتظر اشتباه کنی تا جریمت کنه. اما اگه تمام این سالها و ماهها و روزها و ساعتها فقط یک سوء تفاهم بزرگ بوده باشه چی؟ اگه فکر کنی خدا صمیمی ترین و نزدیک ترین رفیقت بوده باشه، کسی که نه قضاوتت میکنه نه برات خط و نشون میکشه، کسی که همیشه آغوشش باز بوده بدون هیچ قید و شرطی، بدون چشم داشت و منتظر تو. گاهن تاریکیایی توی زندگی داشتیم که اینجا نیل دونالد والش در موردش صحبت میکنه و از تاریکی‌ها به عنوان اینکه مجازات نبودن، مجازات نیستن و از روزهایی که همه چیزش رو از دست داد خود نیل، تصادف شدیدی که گردنش رو شکست، بیپولی، تنهایی و همه و در نهایت کارتون خوابی توی یک چادر وسط پارک. واقعا چقدر عجیب غریب و چقدر جالب. اوایل فکر میکرده که خدا داره عقده گشایی میکنه، داره اذیت میکنه و انگار که یه تهاجمی از سمت خدا بوده. فکر میکرده داره تاوان میده، اما بعدتر فهمیده که اون روزهای سیاه شکنجه نبودن. پله های خیلی نامری، پله های خیلی عجیب و غریبی بابت بیداریش بودن. گاهن زندگی مجبورت میکنه که از همه چی دست بکشی تا بالاخره اون قدرت پنهان درونت رو پیدا کنی. توی این دوستی و رفاقت مطمئناً لازم نیست ادای آدمای قوی رو در بیاری، لازم نیستش که نقاب من حالم خوبه و من همیشه خوبم رو بزنی. میتونی با تمام ترست بیای، با تمام خشم و خستگیت، با هر حسی که داری. خدا عاشق همین خود خاکی و واقعیته. رابطه‌ای که توی سانسور باشه مطمئناً چیزی شبیه رفاقت نیست، یه معامله است، یه فضایی جز رفاقته. تا نشناسی دل نمیسپری. ما چطور به کسی اعتماد میکنیم؟ اول میشناسیمش معمولاً، بعد دستمون رو میدیم تو دستش و تا وقتی که خدا رو یک غریبه دور ببینی تا هست همیشه دلت همیشه میترسه. اما وقتی باور کنی که اون خود عشق و جریان زندگی و اون مسیر اصلی دیگه نیازی به دویدن نیست، فقط آروم میگیری. امروز میخواستم یه سوالی توی ذهنت باقی بمونه که اگه تمام اون چیزهایی که فکر میکردی دست دادی فقط برای این بوده که خود واقعیت، خود حقیقیت و
جوهره وجودتو پیدا کنی، اون وقت شاید از همین امروز یه فکر و ایده دیگه ای داشتی و مطمئناً شاید قرارت این باشه که به رنج‌های گذشتت یه جور دیگه ای نگاه کنی. امشب موقع خواب اگه دوست داشتی 2 دقیقه چشاتو ببند، توی تاریکی از خودت بپرس کدوم باور قدیمی و ترسناک درباره خداست که هنوز نمیذاره کاملا باهاش رفیق بشم. سوال خیلی خوبیه. امیدوارم که بتونی انجام بدی و به نتایج جالبی برسی. تا قسمت بعد، یعنی قسمت 3، مراقب خودت باش.